شیرینکار شناخته توجیک بختیار رحیموف که با تخلص غریبشو معروف است، در برنامه نوگفته و در کانال ارزو ایسوف در یوتیوب از افزودن موردهای سوء استفاده قلابی از دست خیر مردم بخصوص از مهاجران توجیک اظهار نگرانی کرد. ژورنالیست حفیظالله طاهری باشد از آن در تشویش است که فرهنگ گدایی و بیچاره‌نالی در یوتیوب به مود تبدیل می شود و حتی شیرینکارهای شناخته بوی پول را فهمیده صحنه‌های هجویشان را یک طرف پرتافته همه به تهیه و پخش ویدیوهای بیچاره‌نالی گذاشتند. به عقیده غریبشو و طاهری سوء استفاده از حس رحم و شفقت مردم بخصوص از جانب قلابانی که در اصل نیازمند هم نیستند در نهایت باعث دلسر شدن و از هر نوع کار خیر و کمک به اشخاص در واقع محتاج دست کشیدن مهاجران و دیگر مردم دست به خیر شده میتواند. غریبشو در این باره از مهاجران ستایش کرد که با چه عذاب در زیر تعقیب و اذیت دائم پلیس روسیه در آن ملک مسافرت پول پیدا میکنند و باز از حق خود و فرزندان خود قسمی را جدا کرده سفر کارهای خیر میکنند. ولی غریبشو از آن اظهار تشویش کرد که بسیاری ها از این سوء استفاده کرده ایستادند و طلبندگی مود شده ایستاده است. غریبشو از جمله گفت به قول نیازمندان چون که همه آنها نیازمند نیستند موردهایی را میدوند که مخصوصا چند روز رفته در یگان ویرانه زندگی میکنند تا یگان بلاگر اومده زندگی سخت آنها را به نوار بگیرد و برایشان پول جمع کند. از چندین که شنیدم که برخی طلبنده ها حتی کودک‌های خردسال را به قول اجاره میگیرند و تا مردم دلش بیشتر بسوزد و به آنها پول بیشتر خیر کند. وزارت کارهای داخله الکی چند گدای را دستگیر کرد که خود را معیوب و نمود کرده طلبندگی میکنند، ولی وقتی رید ملیسه ها رو دیدند این طلبنده های گویا به دست و پا یک بار دست و پا برآوردند و از عروبچه معیوبی خسته چنان گریختند که شیرینکار شناخته گفت پهلوی دیگر مسئله نظارت پول‌های است که توسط معرک‌های خیریت جمع می‌آورند میبرند و یک تیپه پول را در پیش اون نفر محتاج میریزند و کسی نمیدوند که چند سوم جمع شد و از آن چند سومش را به این محتاج دادند و چند سومش در دست دیگران ماند. ژورنالیست توجیک حفیظالله طاهری نیز در یک مطلب با نام تغییر گدایی از طریق یوتیوب و خوف مود شدن آن در صدای مردم نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان می نویسد متاسفانه حالا در سگمنت تاجیکی یوتیوب ویدیوهای از همه سیربیننده که برخیش تا 5 میلیون تماشابین جمع می کنند ویدیوهایی است که به تعبیر طاهری مایت بیچاره حالی دارند. او می نویسد معرکه های خیر آنقدر پرتماشابین و پردرآمد شدند که حتی بسیاری از شیرینکارهای توجیک تهیه و نشر صحنه‌های هجوی را یک طرف پرتافته دو دسته به تهیه و نشر چنین ویدیوهای بیچاره‌نالی پرداختند. حفیظالله طاهری در برخی موردها این معرکه‌های کمک را موثر می‌نامد. از جمله از سرنوشت راننده اتوبوس از نویه ورزوب نظر نظروف یادرس می‌شود که از سبب بی‌ناسی در روز یکم ماه رمضان 7 ماشین تاکسی را با اتوبوس پخش کرد و وقتی حجم ضرر رسانیده‌اش بیش از 300,000 برآورد کردند دست و دلش را از جهان شست. اون وقت بعد نشر ویدیوی قربان نعمتوف یک شیرینکار گروه عربشاه و دیدن کلبه ویرانه‌ای که اویله اون راننده بیچاره زندگی میکرد شرکت رخش تاکسی پرداخت این همه ضرر را پورا بهوده گرفت و مردم آنقدر به این خانواده خیر کردند که به قول بلاگرها آنها اکنون میتوانند به جای این کلبه ویرانه یک خانه نو بسازند. بیشبه این عمل بلاگران را میتوان خوب گفت زیرا ماست توسط نوار آنها قهرمان مطلب از مشکلی که شاید برای برطرف کردنش سالها محنت میکرد خلاص شد. ولی بدی کار در آن است که بعضی از قلابان میتوانند برای دریافت پول مفت خود را بیچاره و محتاج وانمود کنند می نویسد طاهری. ولی اگر برخی کاربران از چنین موقع پشتیبانی میکنند گروه دیگر بر اینند که نباید تنها به این دلیل که چند نفر میتوانند با احساس رحم و شفقت مردم بازی کنند و یا از دست خیر مردم سوء استفاده کنند در راه خیر و سخاوت مانع گذاشت، بخصوص در شرایط فقیر کشور چون تاجیکستان که شماره مردم نیازمندش در واقع زیاد ولی دست دولت از رسیدگی به احوال قشرهای محتاج اهالی خیلی کوتاه است.